أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب تحریم سماع الغیبة و امر من یسمع غیبة محرمة بردها والانکار على قائلها. یعنی باب در مسئله حرام بودن گوش کردن غیبت و همچنین این باب در مسئله امر برای کسی که میشنود غیبت حرام را بردها، یعنی ردش بکند، آن غیبت کننده را با غیبت هایش رد بکند، والانکار علی قائلها، و انتقاد بکند و باز دارد اون غیبت کننده را. فإن عجز، پس اگر که نتوانست، عاجز باشد، یعنی منع کردن نتوانست، رد کردن نتوانست، لم یقبل منه، یا از اون قبول نکند، نپذیرد اون غیبت ها را، فارق ذلك المجلس ان امکنه، یعنی که ترک کند آن مجلس را در صورت امکان داشته باشد. اگر امکان داشته باشد آن مجلس غیبت را ترک کند و در مجلس غیبت ننشیند. پس این هست بابی که امام نووی رحمه الله برای ما و شما تقدیم میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 4 آیت می آرد، بعد از آن 3 حدیث دیگر برامون تقدیم میکند. اولین آیت این باب امام نووی رحمه الله میگوید: قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که در سوره قصص آیت 55 الله سبحانه و تعالی میفرماید: و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، یعنی هنگامی که شنیدن سخنان پوچ و سخنان بیهوده را، اعرضوا عنه، یعنی روی میگردانند و دور میشوند از آن سخنان پوچ و سخنان بیهوده و سخنان بیفایده، یعنی از آن غیبت و از این چیزها هنگامی که شنیدن پس روی میگردانند از آن سخنها و از آن مجلس. این اولین آیت درباره آنه که وقتی که غیبت را میشنویم باید روی گردانیم از آن غیبت و آن مجلس را ترک بکنیم. و امام نووی رحمه الله بعد از این آیت دوم را می آورد، میگوید: و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است که والذین هم عن اللغو معرضون، سوره مؤمنون آیت 3. الله سبحانه و تعالی میگوید: و کسانی که از کارهای بیهوده و سخنان بیهوده در گریز هستند، یعنی مؤمنهای واقعی کسانی هستند که از غیبت میگریزند، از سخنهای بیهوده در گریز هستند، از کارهای بیهوده در گریز هستند و در اون جایها اشتراک نمی کنند. این صفتی مؤمنهای کامل الایمان می باشد. این بود دومین آیت، همچنین درباره گریختن و دور شدن و اشتراک نکردن در جایی که غیبت می شود یا سخنان بیهوده گفته می شوند. این بود دومین آیت. بعد از این امام نووی رحمه الله میگوید: و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است. این سومین آیت است، سوره اسراء آیت 36. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت 36 میگوید: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی هر آینه، گوش و چشم و دیل، هر یکی از اینا
پرسیده خواهند شد. یعنی که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت هر آن چیزی را که گوش شنیده است، الله گوش را مسئول و جوابگر قرار میدهد و مورد پرس و پاس و سوال و تحقیقات قرارش میدهد. و هر چیزی را که چشم دیده است، الله سبحانه و تعالی همچنین چشم را هم میپرسد. و الفؤاد، و در دل هر چیزی که میگذرد، الله سبحانه و تعالی همچنین آن را هم مورد پرسش قرار میدهد. یعنی هر یکی از اینها پرسیده خواهند شد. چیزی که گوش میشنود و چیزی که چشم میبیند و چیزی که دل تصورش را یا برای عمل کردن به اعضای بدن عمل را تقدیم میکند. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت با اشاره ما و شما را میگوید که اون گوشهایتان را و چشمهایتان را احتیاط کنید که در مجلس‌های غیبت و در مجلس‌های بیهوده اشتراک نکنید که گوشهاتان و چشمهاتان جوابگر خواهد شد در روز قیامت. این بود سومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر این باب آورده است. بعد از این امام نووی رحمه الله میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، این آیتی که میآرد چهارمین آیت سوره انعام آیت 68 می باشد. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیت 68 میگوید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا. الله سبحانه و تعالی میگوید که هنگام دیدی تو کسانی را که یخوضون فی آیاتنا، یعنی که می پردازند و فرو می روند به مسخره کردن آیات های ما، یعنی کسی را دیدی که مسخره آیات ما میکنند، یعنی مجلسی گناه و معصیت را دیدی، فاعرض عنهم. الله سبحانه و تعالی میگه که پس دوری بجوی از اونها، پس از اون طایفه، از اون مجلسی که در آنجا مسخره آیت و مسخره های شرعی و یا که کارهای گناه می شود، در اون مجلسی که گناه و معصیت و غیبت و تنقید می شود، فاعرض عنه. الله سبحانه و تعالی میگه پس تو روی بگردان از آن مجلس، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه مشغول شوند در سخن غیر تمسخر و غیر غیبت، یعنی که جایت را تغییر بده تا اینکه اونها بند شوند، تا اینکه اونها فرو روند، تا اینکه اونها بپردازند به سخن غیر معصیت و غیر گناه و بس غیر تمسخر آیت های ما. الله سبحانه و تعالی میگه پس شما از اون طور مجلس هایی که آیت های ما مورد مسخره قرار میگیرد از اونها دور باشید. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. الله سبحانه و تعالی میگه و اما ینسینک الشیطان، یا دوچار میگرداند شما را شیطان به فراموشی، یعنی شیطان شما را دوچار فراموشی میگرداند، یعنی که از یاد تو اگر شیطان برد این آیت های ما را، فلا تقعد، پس تو ننشین بعد از ذکر، بعد از اونه که یادآوری شدید، بعد از اونه که متوجه شدید، بعد از اونه که بیاتان آمد که شما باید در مجلس معصیت و گناه، در مجلس غیبت که ننشینید، در اول فراموش کردید، بعد در وقتی در اثناء در بین مجلس این سخن در یادتان آمد، الله سبحانه و تعالی میگه انا همون در یادتان آمدن پس لا تقعد، ننشین مع القوم الظالمین، یعنی همراه قوم ظالمی که ظلم میکنن، یکدیگر را غیبت میکنن و یکدیگر آبروی دیگرها را میریزانند. الله سبحانه و تعالی میگه با اونها ننشین و از اونها دور باش. این بود چهارمین آیت، آخرین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب حرام بودن گوش کردن غیبت بود. پس در هر مجلسی که مجلس گناه و معصیت هست، انسان مسلمان باید آن مجلس را
باید اون جمع آمد را ترک کند تا اینکه همراه اون انسانهای سرکش نباشد. این بود 4 آیت برای حرام بودن گوش کردن غیبت. بعد از این امام نووی رحمه الله برای ما و شما حدیث ها را تقدیم میکند. اولین حدیثی که در زیر این باب میارد حدیث 1527 کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1527 کتاب ریاض الصالحین می گوید: وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو دردا رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من رد عن عرض اخیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید من رد عن عرض اخیه، یعنی هر کسی که دفاع کند از آبروی برادرش، از ناموس برادرش، هر انسانی که دفاع میکند، رد الله عن وجه نار یوم القیامت، یعنی دور میگرداند الله سبحانه و تعالی از روی این انسان آتش دوزخ را در روز قیامت. یعنی این انسان به سبب دفاع کردنش از ناموس برادر مسلمانش الله سبحانه و تعالی از روی این انسان دوزخ را، آتش دوزخ را دور میگردانده است. یعنی این انسان را از آتش دوزخ نجات میداده است. یعنی که دفاع کردن از ناموس یک برادر مسلمان، از آبروی برادر یک مسلمان، این خود درجه و ثواب و اجر دارد که الله سبحانه و تعالی این انسان را از آتش دوزخ دور میگردانده است در روز قیامت. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است. و قال حدیث حسن، این حدیث امام ترمذی میگوید که این حدیث حسن می باشد. و این حدیث همچنین برای دفاع کردن از ناموس یک برادر مسلمان بودن. یک برادر مسلمان را وقتی که در نزد شما غیبت میکنند، در نزد شما تنقید و تحقیر میکنند، آبروریزی میکنند، پس شما باید از اون برادرتون که در نزدتون نیست از اون دفاع کنید، از حال اون دفاع کنید. این اجر و پاداش دارد. و الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 140 میفرماید که وقد نزل علیکم فی الکتاب، میگه الله سبحانه و تعالی این حکم را در کتاب، در قرآن نازل کرده است که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، هنگام شنیدید شما گروهی که انکار میکنن آیاتهای الله را و استهزاء و مسخره میکنن آیاتهای الله را، فلا تقعدوا معهم، الله سبحانه و تعالی میگه با این طایفه مردم شما ننشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه اینها در غیر این سخن، در غیر این گفتار به دیگر گفتار و سخنها مشغول شوند و بند شوند و بپردازند. انکم اذا مثلهم، اگر که شما این کار را نکردید، با اونها نشستید، پس شما هم مثل آنها می باشید. پس یک برادر مسلمانت را، یک کس آبرویش را، ناموسش را میخواهد در پیش شما پست بکند و بریزاند، اگر که شما خب کردید و گوش کردید و هیچ چیز نگفتید، پس شما هم مثل آن می باشید. پس هر کسی که در نزد شما یک برادر مسلمانتان را آبرویش را میخواهد که بریزاند، پس شما از حال اون برادرتان، از آبرو و ناموس اون برادرتان دفاع بکنید. انکم اذا مثلهم نباشید. اگر که سکوت کردید، اون هر چیزی که از زبانش میبراید بگوید، یا در شبکه‌های اینترنتی باشد هر چیزی که میگوید شما پس لایک بمانید و پس اشتراک کنید و پس اونها را گپاشون آب بتید و پس تماشا بینانشان را زیاد کنید و برای دیگرها زیاد کردید، پس شما هم مثل همون انسان‌هایی میباشید که میخواهند آبروی دیگران را بریزانند.
الله سبحانه و تعالی از این صفت خبیث پناه بتید. الله در سوره فرقان آیت 72 حالت واقعی مسلمانان را یا مسلمان واقعی را حالتش را بیان میکند، میگوید و اذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی هنگامی که گذشتن این مردم مسلمان پاک دامن به مکان، به جایگاه، به نزد کسانی که اونها با غیبت و با بیهودگویی و با بهتان و با آبروریزی مشغول هستند، مرو کراما، بزرگوارانه از نزد اونها میگم میگذرد. یعنی که نه در اونها لایک میماند، نه در مجلس چون مینشیند، نه گپی اونها را آب میدهد، از همه اینها میگه دور میشود. مرو کراما یعنی گرامی و با یک مردانوار از نزد اونها میگذرد. الله اکبر. ببینید هر کجای در هر موقع و مکانی که وقتی غیبت میشود، آبرو ریزی میشود، اگر دفاع کردن نمیتوانید، پس شما از اونجا دور شوید. که چطوری که الله در سوره نساء آیه 140 گفت که اینکم اذا مثلهم، پس مثل اونها نگردید، در گناه و معصیت، در فسق و فجور به مثل اونها نگردید، پس اون مکانها را ترک بکنید. اگر دفاع کرده میتوانید دفاع کردید، ثواب میگیرید. چطوری که حالا حدیث 1527 کتاب ریاض الصالحین را که ابو درداء روایت میکند خوندیم که من رد عن عرض اخیه، یعنی هر کسی که از ناموس برادرش دفاع بکند، رد الله عن وجه النار یوم القیامت، الله سبحانه و تعالی دور میگرداند آتش جهنم را از روی اون انسان در روز قیامت. که این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و امام ترمذی میگوید این حدیث حسن می باشد. پس این بود حدیث 1527 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1528 کتاب ریاض الصالحین را آورده، میگوید و عن عتبان بن مالک رضی الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال، میگوید که از عتبان ابن مالک رضی الله عنه در حدیث طولانی و مشهوری که پیشتر گذشته است در باب رجا، در باب امیدواری، میگه در همون حدیث طولانی عتبان ابن مالک گفته است که قام النبی صلی الله علیه و سلم یصلی فقال، یعنی که ایستاد خیز پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای نماز خواندن، میخواست که نماز بخواند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این مالک ابن دخشم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که مالک ابن دخشم در کجاست؟ فقال رجل، پس مرد گفت که ذلك منافق لا يحب الله و رسوله، مرد گفت که آن منافق است، یعنی که مالک ابن دخشم را گفت که منافق است، الله و پیغمبر را دوست نمی دارد. یکی از مردم میگه این سخن را گفت. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب اون مرد گفت که لا تقل ذالک، چنین نگو، این سخن را نگو. الا تراه قد قال، آیا نمیدانی، آیا ندیدی که اون مرد گفته است، یعنی که مالک ابن دخشم گفته است که لا اله الا الله یرید بذلك وجه الله، یعنی لا اله الا الله گفته است و مقصد و درخواستش و طلبش رازگی و خوشنودی الله جل جلاله است. آیا این را نمیدانی؟ و ان الله قد حرم علی النار من قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید الله جل جلاله حرام گرداندگی است برای هر کسی که میگوید لا اله الا الله، هر کسی لا اله الا الله میگوید، الله جل جلاله آتش دوزخ را میگه برای او حرام گرداندگی است. یبتغی بذلک وجه الله، یعنی میخواهد با گفتن این کلمه لا اله الا الله رازگی و خوشنودی الله جل جلاله را. یعنی که اون مرد وقتی گفت که مالک ابن دخشم الله و پیغمبر را دوست نمیدارد، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم اون را سرزنش کرد که این سخن را نگو. یعنی رسول الله از حال مالک ابن دخشم دفاع کرد. پس دفاع کردن یک کسی در نزد شما می آید یک برادر مسلمان را غیبت می کند، پس شما پیش راهش را بگیرید و نگذارید که اون غیبت کند یا پس بزند یا سخنان ناشایسته و آبروریزی بکند. پس این وظیفه
برادری می باشد و همچنین اجر و پاداش دارد. یعنی که یک مرد مسلمان را غیبت کردن جایز نیست، اهل ایمان را غیبت کردن جایز نمی باشد. اما اگر کافر باشد در این صورت بیان کردنش باکی نداره، غیبت کردنش هیچ کار نمی کند. کافر غیبت کردن هیچ باکی ندارد، اما مسلمان باشد غیبت کردنش جایز نیست، مگر در یک صورت، اگر که در جامعه بیان کردن حالش اگر در جامعه فایده داشته باشد، به مثل تکفیری های خبیثی که حالاشون را بیان میکنیم، به مثل صوفی های گمراهی را که حالشون را بیان میکنیم، به مثل شیعه های یهود پرست و یهود مانند را حالش را بیان میکنیم، به مثل این دیگر طایفه های گمراه و خبیثی را که وقتی که حالهاشون را بیان میکنیم، این در غیبت نمی درآید، بلکه این به مصلحه جامعه، به فایده جامعه که هست، این را گفتن جایز است. بعد امام نووی رحمه الله در این باب، در این مسئله برامون یک باب را تقدیم خواهد کرد در خود همین کتاب ریاض الصالحین. اما حالا مختصرش این است که تکفیری ها را حالش را بیان کردن و صوفی های گمراه را حالشان را بیان کردن و شیعه های یهود مانند و یهود پرست را حالشان را بیان کردن و در موضوعشان گپ زدن، این غیبت نمی باشد، بلکه این منفعت و فایده دارد برای جامعه مسلمان نشین. خب این بود حدیثی که امام نووی رحمه الله آورده است، حدیث 1528. این حدیث متفق علیه بود. با همین حدیث 1528 هم به آخر رسید. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1529 کتاب ریاض الصالحینش را آورده، میگوید و عن کعب ابن مالک رضی الله عنه، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1529 میگوید که از کعب ابن مالک رضی الله عنه روایت است، فی حدیثه الطویل، در حدیث طولانی که درازترین حدیث کتاب ریاض الصالحین، انا همین حدیث کعب ابن مالک، قصه توبه کردن کعب ابن مالک است که تقریبا حدیث 21 در کتاب ریاض الصالحین هست. خب در همین حدیث طولانی فی قصه توبته، در قصه توبه کردنش کعب ابن مالک میگوید و قد سبق فی باب توبتی، یعنی که در باب توبه در تقریبا حدیث 21 کتاب ریاض الصالحین این حدیث رو خوانده بودیم. در انا همون حدیث طولانی قصه توبه کردنش میگوید قال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت و هو جالس فی القوم بتبوک، و در حالی که پیغمبر نشسته بود در بین قوم در منطقه تبوک، ما فعل کعب بن مالک، گفت چیکار کرد کعب ابن مالک؟ فقال رجل من بنی سلمة، پس مرد از بنی سلمه گفت یا رسول الله، گفت ای رسول الله، حبسه برداه، گفت که رسول الله او را نگه داشته است دو لباس زیبایش، و نظروا فی عطفیه، و گفت او را نگاه کردن به دو جانبش اون را نگاه داشته است، یعنی که از جهاد آمدن. گفت کعب ابن مالک را لباس های زیبایش و کتیف و بگیم کبر و غرور او را نگذاشته است که کعب ابن مالک گفت در جهاد اشتراک بکند، در غزوه تبوک اشتراک بکند. فقال له معاذ بن جبل رضی الله عنه، پس میگه معاذ بن جبل، همین مرد که این سخن را درباره کعب ابن مالک گفت، پس معاذ رضی الله عنه این مرد را گفت که بئس ما قلت، یعنی بد سخنی که گفتی تو، یعنی بد چیزی است که گفتی، بد سخنی را تو به زبان آوردی. پس میگه حضرت معاذ ابن جبل گفت که والله یا رسول الله، گفت قسم به الله ای رسول الله، ما علمنا علیه الا خیرا، یعنی که ندیده ما از یا نمیدانیم ما از کعب ابن مالک مگر خیر را، یعنی کعب ابن مالک یک انسان خیرخواه، یک انسان خوب، یک انسان بسیار عالی و یک انسان پاک وجدان است. فسکت رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت کردن. حدیث متفق علیه می باشد. این حدیث یک حدیث بسیار طولانی هست. قصه 3 نفر بیان می شود در این حدیث طولانی. قصه یکم کعب ابن مالک است،
دوم مراره ابن ربیع است، سوم هلال ابن امیه هست. این سه شخصیت در جنگی در غزوه تبوک اشتراک نکردند. وقتی که مردم از جنگ تبوک آمدن، وقتی مجاهدان رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابش از جنگ تبوک آمدن، تمام مردمی که در جنگ اشتراک نکردن، چند نفری که در جنگ اشتراک نکرده بودند، آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، عذرهاشون را بیان کردند. عذرهاشون را در نزد رسول الله گفتن به چه عذره در جنگ اشتراک نکردن. اما این سه نفر، یعنی کعب ابن مالک، مراره ابن ربیع و هلال ابن امیه، این سه نفر به عذر ترک کرده بودند جهاد را، یعنی در غزوه تبوک به عذر نرفته بودند. از این حساب اینها نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند و یا بیان کردند که عذر نداشتند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینها را نبخشید، چطوری که این سه نفر حالشون در قرآن هم ذکر شده که از در سوره توبه آیت 118 درباره همین سه نفر گفتگو میکند، درباره کعب بن مالک و درباره مراره ابن ربیع و درباره هلال ابن امیه بیان میکند. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 118 میگه و علی الثلاثه الذين خلفوا، یعنی به اون سه نفری که قبول شدن توبه اشون باقی به تأخیر افتاد. اون سه نفر کی بود؟ یکمش کعب ابن مالک بود، دویمش مراره ابن ربیع بود، سومش هلال ابن امیه بود. این سه نفری که میگه پذیرایی و قبول شوی توبه اشان به تأخیر افتاد، حتی اذا ضاقت علیهم الارض، به اندازه‌ای که میگه زمین برای اونها تنگی میکرد، بما رحبت، با همو وسعت و پهناییش زمین میگه برای این سه نفر تنگی میکرد، و ضاقت علیهم انفسهم، و برای اینها میگه نفسهاشون تنگی میکردن، و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه، و یقین کردن که پناهگاه از الله مگر به سوی الله وجود ندارد. یعنی این سه نفر وقتی که در جنگ تبوک به عذر اشتراکی نکردن، یگان مسلمان دیگر با این سه نفر گپ نمیزد، یگان مسلمان با این سه نفر گپ نمیزدند، نه سلامشون علیک میگرفتند، نه با اینها گپ میزدند. بعد از 48 روز حتی فرمان دادن که زناشون هم اینا را ترک بکند. اما مراره ابن ربیع و هلال ابن امیه انسانهای کلان سال محتاج بودن به زنهاشون، پس اونها را اجازه داد رسول الله صلی الله علیه و سلم که زنهاشون فقط خدمتشون بکند، قطیشون بماند. اما کعب ابن مالک حتی زنش هم از پیشش جدا کردن، یعنی خودش تنها ماند، به مردن راضی شد، دیگر دنیا در نظرش تنگ شد، چطوری که الله در قرآن حال اونها را بیان میکند. یعنی که همین قدر مشکلی بالای سرشون آمد. برای چی؟ به خاطر آنه که اینها در جهاد اشتراک نکردن، در جنگ تبوک به عذر اشتراک نکردن. پس این کعب ابن مالک بسیار در مشکلی که افتاد، بسیار سخت که تا زنش میره ترک کرد و رفت، هیچ که قطعش گپ نمیزد، چطوری که حالش در حدیث 21 کتاب ریاض الصالحین بیان میکند. میگوید که من وقتی مسجد میرفتم پیغمبر سلام میدادم، دقت میدادم که آیا لب پیغمبر میجنبد یا نه، یعنی سلام مرا جواب میتید یا نه. وقتی نماز میخوندم میگوید به ته چشم پیغمبر نگاه میکردم و پیغمبر میگه من نگاه میکرد، میدید که من نگاهش دارم، روش به طرف دیگر میگرفت. یعنی که با این اندازه هیچ کس قدش گپ نمیزد. و اینها دیدن که یقین کردن که دیگه پناهگاه به سوی الله به جز الله وجود ندارد. دیگه توبه و صدقن و زاره و نالشون به سوی الله زیاد کردن. ثم تاب علیهم، بعد الله سبحانه و تعالی میگه توفیق توبه کردن برای این سه نفر داد، لیتوبو، تا اینکه توبه بکنن و توبه بردوام با اینها باشد. پس این سه نفر توبهشون الله سبحانه و تعالی قبول کرده که ان الله هو التواب الرحیم، الله سبحانه و تعالی است که پذیرنده توبه و الله سبحانه و تعالی است که بسیار مهربان. پس الله سبحانه و تعالی توبه این سه نفر رو قبول کرد و این سه نفر از این مشکلات خلاص خوردن، و الا تمام مسلمان ها اینها را ترک کردگی بودن، حتی سلامشون علیک نمی گرفتن به سبب ترک کردن جهاد به عذر. بدون عذر این سه نفر ترک جهاد کرده بودند. پس این بود حدیث 1529 کتاب ریاض الصالحین که
مختصرا در اینجا امام نووی رحمه الله در باب حرام بودن شنیدن غیبت این را آورد، یعنی که همون جایی که دلیل است همون را آورد. وقتی پیغمبر پرسید که کعب بن مالک چیکار کرد، اون مرد این را غیبت کرد، یعنی که درباره این سخن ناسزا گفت. حضرت معاذ از کعب بن مالک دفاع کرد و قسم یاد کرد که ما از کعب بن مالک هیچ چیز بد دیدگی نیستیم، فقط ما از اون چیزی خیر شنیدیم و چیزی خیر از کعب بن مالک ما میدونیم. پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت کردند و چیزی نگفتند. پس این بود همچنین آخرین حدیثی باب حرام بودن گوش کردن غیبت. و بعد از این امام نووی رحمه الله باب نو رو میارد، میگه باب ما یباح من الغیبتی، یعنی باب در مسئله آن چیزهایی که از غیبت کردن روا هست، یعنی در کدام صورت غیبت کردن درست و روا می باشد، می شود که انسان غیبت بکند، در کدام صورت است. امام نووی رحمه الله 6 حالت در زیر این باب می آورد. ان شاء الله این 6 حالت را با دلایلش درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را با پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.